سلام همسفران. رشد فردی یعنی چی؟ ما معمولاً رشد رو با بیشتر شدن تعریف میکنیم. شنای بیشتر، درآمد بیشتر، دانش بیشتر. اما اگه رشد بیشتر شدن نباشه چی؟ اگه رشد تبدیل کردن غیر ممکن به عادی باشه چی؟ فکر کنید. زمانی بود که راه رفتن برای ما غیر ممکن بود. امروز عادیه. زمانی بود که خوندن این کلمات غیر ممکن بود. امروز عادیه. این معجزه رشده و امروز میخوایم ببینیم این معجزه چطور اتفاق میفته. چون برای رسیدن به اون دو نقشه کاملا متفاوت وجود داره. نقشه اول نقشه برج رشد است. یک سازه زیبا، عمودی و قابل اندازه‌گیری. هر طبقش یک دستاورده. طبقه اول 10 حرکت شنا. طبقه دهم 100 حرکت. مزیتش چیه؟ شفافیت. نقشه از قبل آماده است. مسیر مشخصه و پیشرفت کاملا قابل اندازه‌گیریه. این خیلی رضایت بخشه. اما این برج یک ضعف کشنده داره. شکنندگی. پایه و اساسش باید بی‌نقص باشه. چون یک اشتباه در طبقه اول، در طبقه پنجم تبدیل به یک فاجعه میشه. برج‌ها برای ثبات طراحی شدن، نه برای انعطاف پذیری. و زندگی پر از زلزله‌های پیش بینی نشده است. اما نقشه دوم نقشه باغ پیچشی است. در این نقشه شما معمار نیستید، شما باغبان هستید. شما یک بذر می‌کارید، اما قبل از اون باید خاک رو آماده کنید. این خاک آگاهی شماست. چرا میخوام این درخت رو بکنم؟ رشد در باغ کنده، چون مهمترین بخش رشد در زیر زمین اتفاق میفته، جایی که هیچ کس نمیبینه. ساختن ریشه ها. و باغ فصل داره. پاییز فصل از دست دادنه. برگ ها میریزن، مثل شکست های ما. اما این برگ ها هدر نمیرن. تبدیل به کوب میشن و خاک رو برای آینده قوی تر میکنن. زمستان فصل استراحته. هیچ رشدی دیده نمیشه. این زمان تجدید قوا و تفکر. بهار فصل شکوفه زدنه. شروع دوباره، پر از امید و انرژی. و تابستان فصل میوه دادنه. زمانی که تلاش‌ها به نتیجه میرسن. مزیت باغ چیه؟ تاب‌آوری. یک طوفان ممکنه چند شاخه را بشکنه، اما هرگز نمیتونه ریشه‌های عمیق رو از بین ببره. باغ با تغییر سازگار میشه. و بزرگترین چالش باغ چیه؟ صبر. رشد در باغ قابل اندازه‌گیری نیست و نیاز به اعتماد به فرایندی داره که اغلب نامرئیه. پس برج یا باغ؟ این سوال اشتباهه. هدف این ویدیو این نیست که به شما بگه کدوم رو انتخاب کنید. هدفش اینه که به شما دو نقشه جدید بده. حالا نوبت شماست. به زندگی خودتون نگاه کنید. آیا بیشتر در حال ساختن یک برج شکننده بوده اید یا پرورش یک باغ پایدار؟ شاید حکمت واقعی در یادگیری اینه که چه زمانی مثل یک معمار دقیق باشیم و چه زمانی مثل یک باغبان صبور. در کامنت ها به من بگویید شما امروز در کدوم نقشه زندگی میکنید.